از فرصت سوء استفاده کنم و خدمت جناب آقای دکتر امید و جناب آقای دکتر سلیمی بقیه عزیزان عرض کنم که طرح دانشکدگان رو من تهیه کردم. تو رؤوس برنامه هم که موقعی که میخواست انتخابات در دانشکده برگزار شه برای انتخاب رئیس دانشکده تقدیم کردم و شاید به همین دلیلم در واقع حائز اکثریت آرا شدم که انشالله در حال جلسات منظمی را از روزی که اومدم برای این کار با مشارکت اساتید دانشکده برگزار کردم. 2 جلسه مفصل برگزار شده که 4 دانشکده انشالله زیر مجموعه دانشکده حقوق و علوم سیاسی تأسیس خواهد شد. دانشکده حقوق، دانشکده علوم جنایی، دانشکده مطالعات بین المللی و مطالعات منطقه‌ای و دانشکده علوم سیاسی. حالا در مورد اسم 4م دانشکده علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی کمی بین دوستان گفتگو هست. من تمایلم این بود که به دلیل همون مدرسه حقوق و همون مدرسه علوم سیاسی که سابقه حدود 100 ساله داره و قبل از دانشگاه تهران مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی در واقع تأسیس شده و از ادغام اونها و برخی مؤسسات دیگه دانشکده حقوق و علوم سیاسی تأسیس شده، من تمایل داشتم که همون نام رو ما احیا کنیم و اون سابقه تاریخی رو احیا کنیم. ولی خب برخی از دوستان نظرشون این بود که دانشکده علوم سیاسی و روابط بین سیاستگذاری عمومی باشه که به هر حال یک کار طولانیه، شاید 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال تهیه طرح جامعش در واقع طول بکشه. طرح توجیهی بخشایشو من تقریبا از حدود 6 ماه پیش از آبان ماه در واقع استارتش رو زدم. قبلا هم ایدهش بود ولی خب دیگه به طور جدی در 1 ماه گذشته من جلسات منظمی رو برگزار کردم و امیدواریم که بتونیم با حمایت دانشگاه یه توسعه کمی و ظاهری ندیم، یه توسعه کیفی بدیم. همونطوری که استاد جناب دکتر سلیمی اشاره کردن به هر حال مسائل سیاسی مسائل مهمیه، هرچند من با ایشون اختلاف نظر دارم و معتقدم آینده از آن علم حقوقه به هر حال و آژانس هم در واقع معتقدم که راه حل حقوقی داره و این سیاسیون بودن که این مشکل رو درست کردن. اگه کار دست حقوقی ها بود شاید این مشکل درست نمیشد. حالا شوخی کردم، مجددا تشکر میکنم از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر امید. شک و تردیدی ندارم با تسلط و اشرافی که ایشون به حوزه‌های اداری و مالی و ساختاری دانشگاه دارن و تجربه ریاست دانشگاه علمی کاربردی رو هم دارن، تجربه سرپرستی وزارت فرهنگ و آموزش عالی رو هم دارن، اونجا هم باز تجربه کارهای مسئولیت رده بالا داشتن، شک و تردید ندارم که انشاءالله روزهای خوبی در انتظار دانشگاه تهران خواهد بود.